اولین سوال امتحان فصل اول ریاضی 8، درست یا نادرست؟ هر عدد گویا یعنی مجموعه کیو یک عدد طبیعی است. آیا مجموعه کیو از n بزرگتر نیست؟ عدد گویا مگه کسری ها نبودن؟ پس این اشتباهه. مثلا 2/3 یک عدد طبیعی نیست، پس اشتباهه. صفر تنها عددی است که معکوس ندارد. صفر رو من اگه بخوام معکوسش کنم میشه 1/0 که ما کسری نداریم که مخرجش صفر باشه، پس این درسته. قرینه منفی 3. بچه‌ها هر قرینه رو یه منفی حساب کنید. تعداد منفی ها رو بشمارید. 1 2 3. 3 تا منفیه. چون تعداد منفی ها فرد هستش پس جوابمون هم باید منفی باشه. پس تعداد قرینه ها یعنی منفی ها رو میشماریم. اگه فرد بود جواب منفی، اگه زوج بود جواب مثبت. 1 2 3 تا منفیه، پس باید منفی 3 باشه نه مثبت 3. اشتباهه. هر عدد صحیح یک عدد گویاست. عدد صحیح یعنی اینجا عدد گویا مجموعه بزرگه. بله، کل اعداد صحیح داخل اعداد گویا قرار میگیرن، پس این درسته. قرینه اعداد صحیح منفی از 0 بزرگترن. 2 تا منفی داریم، زوجه، پس میشه مثبت. مثبت هم که همه از 0 بزرگترن.